موفق بشین یعنی به اون چیزی که توی ذهن و دلتون هست و فکر میکنید براش به دنیا اومدید و رسالت شماست برسید، چه خواسته چه ناخواسته، چه بدون اون رسالت چه ندونین حتی چه کاری میخواید انجام بدین، باید 3 تا کار انجام بدین. 3 تا کاری که همه آدمای موفق و آدمایی که به یه خواسته‌ای که تو ذهنشون بوده رسیدن و اونو واقعی کردن انجام دادن. پس من توصیه میکنم که ادامه ویدیو رو ببینید تا ببینید اون 3 کار چیه و حتما به صورت استمراری و در دراز مدت انجامش بدید. بر اساس آماری که گرفتن و تحقیقاتی که انجام شده، بالای 90% آدمایی که به یه خواسته‌ای رسیدن یا یه هدف یا تیک زدن این 3 تا کار و این 3 تا الگو رو انجام دادن و وارد روتین زندگیشون کردن و نتایج خیلی بالایی گرفتن. اگه تو هم میخوای که یکی از این افراد باشی، جزو این افراد باشی، حتما من باید توصیه میکنم که این کار رو انجام بدید، چون زندگی آدمای معروف که بالا پایین میکنی به این 3 تا کار میرسی. اولین کاری که آدم‌ها موفق انجام میدن و جزء روتین زندگیشون شده و بدون اون نمیتونن که زندگی کنن، ورزش کردن بچه‌ها. ورزش کردن یه جوری وارد روتین زندگیشون کردن که اگر 1 هفته، اگر 2 هفته انجامش ندن، انگار یه کاری نکردن، انگار یه گم شدگی تو زندگیشون وجود داره، یا انگار که 1 هفته آب نخورن، انگار 1 هفته با چشم بسته به کاراشون رسیدن. متوجه اینجوری میگن چون ورزش روی روحتون، جسمتون، روانتون، حال خوبتون، اعتماد به نفستون، راه رفتنتون، غذا خوردنتون، صحبت کردن، رفتار با آدمای اطرافتون کلی تاثیر میذاره. تاثیرات مثبتی که همه آدما متوجه میشن و خودت هم بعد این مدت متوجهش میشی و دلت میخواد که ادامهش بدی. پس من توصیه میکنم که حتما ورزش رو به صورت جدی وارد زندگیتون کنید، چون دنیاتون رو عوض میکنه و خب این یه کاریه که شما رو وارد یه مرحله جدیدی از زندگیتون میکنه و شما رو سوق میده به اون مسیری که باید برید. من پیشنهاد میکنم که برای شروع، اگر شما هیچ ورزشی رو در طول روز انجام نمیدید، برای شروع روز نیم ساعت هر ورزشی که باب میلتونه رو انجام بدید و کم کم به مرور ببرینش بالا و تایمش رو بیشتر کنید. ورزش باعث میشه که مغزتون هم تقویت شد، مغزتون که تقویت بشه، گشایش بهتر پیدا میکنه و باعث میشه که شما تصمیمات بهتری بگیرید و فکرها و کارهای بهتری انجام بدید و شما رو به همون سمت سوق میده که باید بده. دومین مورد، تو دنیایی که الان ما داریم زندگی میکنیم دنیای پیچیده‌ایه، دنیایی که سرعت تغییرات خیلی بالاست و ما باید همزمان با همون تغییراتی که داره انجام میشه خودمون رو تغییر بدیم و آپدیت کنیم. یکی از اون کارهایی که مثل ورزش کردن به ما یاد ندادن و اصلا بهمون توصیه نکردن که وارد روتین زندگی میکنیم، داشتن و کسب سواد مالیه. بهمون یاد ندادن، حالا یا نخواستن ما یاد بگیریم یا اصلا فکر نمی‌کردن که به دردمون بخوره. بهمون یاد ندادن که چجوری پول در بیاریم، بهمون یاد ندادن پولی که در آوردیم چجوری سیوش کنیم، چجوری پس‌اندازش کنیم، چجوری سرمایه‌گذاری کنیم. میدونید بچه‌ها چی میگم؟ هیچ کدوم از اینا رو مجموعه از اینا میشه سواد مالی. سواد مالی فقط برای کسایی نیست که کسب و کارهای بزرگ کوچیکی از کسب و کار دارن. شما که اصلا کسب و کار خودتون هم ندارین، داشتن سواد مالی براتون ضروریه. اینکه اصلا چه مهارتی داشته باشن که ازش پول در بیارن، پولی که در آوردن به چه اندازه صرف نیازها کنم، به چه اندازه سرمایه گذاری کنم، اصلا به چه اندازه و کجا استفاده کنم که من وجود اون پول رو حس کنم. هیچ کدوم از اینا بهمون یاد ندادن. پس چه بهتره که تو هر سنی که هستید، چه پایین چه بالا، بریم به سمت یادگیری سواد مالی. سواد مالیتون رو ارتقا بدین که کیفیت زندگیتون رو ببرین بالا. ما چه بخوایم و چه نخوایم، پول تو زندگیمون نقش اصلی رو داره. نمیشه ما گره شد که نه پول همه چیز نیست. اتفاقا پول همه چیزه و شما اگه سوادتون رو ببرید بالا با خوندن کتاب، مقالات، پرسیدن از آدمایی که
نداشته با این چیزا، واسه میتونیم کم کم وارد این مسیر بشیم و کوچولو ارتقا بدیم این سواد رو. سومین کار و آخرین کار انجام روزانه مدیتیشن. الان که گفتم مدیتیشن، مطمئنم خیلی از شما میگه وای بازم مدیتیشن، وای بیخیال دلم کن. ولی همونقدر که تاکید زیادی روی ورزش کردن داشتم، همونقدر تاکید زیادی روی کسب سواد مالی داشتم، همونقدر شاید بیشتر تاکید میکنم که روزانه 10 الی 15 دقیقه صرف مدیتیشن کن باشم. چون تاثیراتی که داره حتما باید انجام بدید. چون من هرچی از فواید مدیتیشن براتون بگم کم گفتم و وقتی انجامش میدی متوجه میشی که چقدر برات مفیده. چون عضلات ذهن تو قوی میکنه. ما برای قوی شدن عضلات بدنمون میریم ورزش میکنیم. پس برای قوی کردن عضلات ذهنمون باید مدیتیشن کنیم. مدیتیشن ذهنمون رو قوی میکنه. ما به قوی شدن ذهنمون خیلی احتیاج داریم. پس من توصیه میکنم که برای شروع روز 10 دقیقه مدیتیشن کن. الان میگه از کجا مدیتیشن کن، چه جوری مدیتیشن کنم. تو گوگل، یوتیوب سرچ کن و ببین که چجوری باید مدیتیشن کنی. کلی فایل بالا میاد که میتونی باشون مدیتیشن کنی و لذت ببری. خب دوستای عزیزم، شما که تا اینجای ویدیو اومدین، حتی اگر یک مورد از این کار رو انجام میدین و یک مورد از این کار رو حس خوب بهتون میده، بهم تو کامنت ها بگید و ببین که چجوریه. اگه مقاله کتابی چیزی میدونین که به بقیه بچه‌ها کمک میکنه یا فایلی رو میشناسین که میتونه به دوستاتون کمک کنه، حتما تو کامنت ها بنویسید. من پینش میکنم که همه ببیننش و بتونن استفاده کنن. ما تنها کاری که میتونیم بکنیم دست همو گرفتنه که خودمون رو همه با هم بکشیم بالا. چون نجات، بهبود زندگی و حال خوب زندگی دونه دونه به وجود نمیاد. ما همه با هم باید کنار هم باشیم تا اون حال خوب رو درک کنیم. خیلی خوشحال میشم که اون حال خوب رو به منم بدین با سابسکرایب کردنتون، با لایک کردنتون، کامنت گذاشتن و حمایت از کانالم. من خیلی خوشحالم که شما رو دارم و امیدوارم که بتونم سطح ویدیو رو خیلی ببرم بالا تا به شما لذت بده. خیلی دوستتون دارم. تو ویدیو بعدی میبینم. خداحافظ.